درمی؟ آره بابا. سلام علیکم. سلام، خوش اومدین. برو راش بنداز من چای بریزم. نه تو برو. برو دیگه، من یه زنگم بزنم. میگم نه تو برو بعدم بهتون. وش از دست تو. جانم در خدمتم. خسته نباشین. برای پذیرایی 200 متریم یه ست مبل خیلی خوشگل می‌خواستم. چی دارین نشونم خیلی بدین؟ عالی. ما کلی نمونه کارهای خفن داریم که از خفن ترین شروع میکنم. مدل شاهزاده که مناسب لول بالاهای مثل خودتونه. این یکم نشونتون بدم. این یکی هم که اصلا نگم برات مبل نیست، اکسسوری منزل انقدر که خوشگله. حله کافیه. اینم برای دفترم به درد میخوره. این دوتا رو لطفاً سریعتر بگین برام آماده کنن بار بزنم. هر دوتاشو؟ بله. باشه چشم. میگم تو به این گفته قیمت ها رو داری فاکتور میزنی؟ این از این پولا نداره. از کجا مطمئنی؟ 3-4 سال با هم بودیم بابا. این ته زورش 50 تومنه. چجور میخواد انقدر پول بده؟ تازه این دفتر مفترم میگه الکی جانم. پس وایسو برم بهش بگم. عذرخواهی می‌کنم جناب، البته جسارت نباشه، شما اطلاع دارید این دو ست با هم شد 1,320,000,000 تومان؟ البته نگران نباشید.